بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. وقفنا عند قوله الأصل الثاني، أصل دويم. مراد از أصل دويم معرفة دين الإسلام بالأدلة، شناختنی دین اسلام است با دلیل ها. مراد از با دلیل ها گفتنی صاحب متن یا که بگویم صاحب شرح از آن عبارت است که نباید که انسان یعنی دین اسلام کورکورانه آموزد. باید که این داری من و شما در اساسی دلیل باشد و دلیل از قرآن می شود و از سنت مطهره پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم. فهم؟ وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. شیخ الاسلام دین اسلام را چنین معرفی میکند: باید که از کدام من شما پرسیده شود که اسلام چیست، باید به چنین تعریف اون را معرفی کرده شود و واجب است که ما به تمام زیردستان خود از زن و فرزند و دیگر خویشتبار نزدیک و دور باید که این تعریف اسلام به سمع اونها در ذهن اونها باید که جایگیر بکنیم که وقتی که میپرسن اسلام چیست همین معنا را جواب داده تواند. مراد از اسلام چیست؟ یعنی اسلام الاستسلام لله بالتوحید، در توحید تسلیم الله شدن است. در توحید تسلیم الله سبحانه و تعالی شدن است. مراد از این توحید الوهیت میگویند، خاص از روی عموم گیم تمام نوع توحید. والانقیاد له بالطاعه، و سرخم کردن است برای الله سبحانه و تعالی در طاعت، یعنی باید که گفته های الله را اطاعت بکنی. و البراءة من الشرک و اهله، و از شرک و از اهل شرک، یعنی از شرک و از مشرک ها بیزاری خود را اظهار کردن است. این است معنای اسلام. و هو 3 مراتب، مراتب دین 3 تا است: الاسلام یکم اسلام است، و دوم ایمان است، و سوم احسان است، و کل مرتبه لها ارکان، هر کدام از این مرتبه ها دارای رکن می باشد. نعم. وقال الشارح حفظه الله تعالى: الشرح: هذا هو الاصل الثاني، این است همان اصل دوم. وسبق الاصل الاول وهو معرفة الانسان ربه، و اصل یکم گذشت، واقعا ما گفته گذشتیم او را خوانده گذشتیم، و مراد از آن شناختن انسان از پروردگارش را. و ثانی معرفة الاسلام، و این اصل دوم که ما در صدد آن هستیم چه شناختن دین اسلام است. فما هو الاسلام؟ اکنون اسلام چیست؟ قال المؤلف، مؤلف چنین معرفی کرد، گفت: الاستسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا الاسلام. این است تعریف اسلام. استسلم یعنی انقاد و ذل و خضع و اطاع. معنی استسلم از چنین عبارت است که انقاد یعنی گردن فرو نهاد، سر فرو نهاد. ذل خار شد، خضع خاکسار شد، و اطاع و اطاعت کرد. قالوا مثلا میگویند استسلم الجمل لصاحبه، یعنی اشتر
برای صاحب خود یا که بگیم به صاحب خود چی گردن فرو نهاد. یعنی انقاده، یعنی رفت و قاده بزمامه و صاحبش او را از لجامش گرفته رفت. وقتی که صاحبش او را از لجامش گرفت و لجام هر جا که رود داخل اشتر همان جا می رود، بنابراین اینه چی میگوین؟ استسلم. فالمستسلم هو المنقاد. اکنون اون کسی یا اون چیزی که تسلیم شدگی است او را المنقاد میگویند، یعنی تسلیم شده، گردن فرو نها، گردن خود را فرو نهاده. نعم. و اما الذي لا ينقاد فهذا الذي يسمى مستكبرا. اما اون کسی را که مثال گردن فرو نمی دارد و گیم سرخم نمی کند وی را تکبر می نامند. فالمسلم مستسلم لله. بنابراین مسلمان کسی را میگون که در پیشگاه الله او تسلیم شدگی است و منقاد لشرعه و دینه، به شریعت و به دین الله او یعنی که سرخم کننده است. والکافر مستکبر غیر مسلم. کافر باشد این تکبر است و مسلمان نیست. استکبر و استنکف و ابى ان یعود الى الله. کافر این کبر ورزید و استنکف یستنکف استنکاف به معنای بی اهمیتی کردن، غافل ماندن، و ابا و روی تافتن است یا که خودداری کردن است که برگردد به سوی الله. بنابراین او را کافر گفتند. کافر کبر دارد و بی اهمیتی دارد و ابا دارد که به سوی الله برگردد. فصار مستکبر، که در نتیجه وی چی شد؟ تکبر شد. نه. شارح نیز میفچونین معلومات میدهد، شرح میدهد که اذن الاسلام استسلام لله بالتوحید. این هنگام معنای اسلام چی بوده است؟ برای الله در توحید یعنی تسلیم شدن است. و کدوم معنا؟ بان توحید الله، یعنی به اون طرز که الله را توحیدش را رعایه میکنی و تصرف له العباده، خاص برای او تعالی عبادت را صرف میکنی و تنقاد له بالطاعه و آن را در طاعت سر خم میکنی، یعنی برای الله در طاعت سری خود را پایان میکنی. نعم. والبراءة من الشرك و اهله، و بیزاریست از شرک و از اهل شرک. نعم. یعنی از مشرکان بیزاری خود را اظهار کردن است. نعم. قال الاسلام على ثلاثه مراتب. اسلام به سه رتبه است، مرتبه است. گفت المرتبه الاولى مرتبه الاسلام، مرتبه یکم این مرتبه اسلام است و هي الدنیا، یعنی این مرتبه در دنیا است. ثم یلیها مرتبه الایمان، بعد از اون مرتبه ایمان می شود. نعم. و هي اعلى منها، مرتبه ایمان از مرتبه اسلام دیده عالی‌تر و والاتر و بالاتر است. ثم المرتبه الثالثه، بعد از آن مرتبه سیوم است که و هي مرتبه الاحسان، این را مرتبه زینه احسان می نامند. و هي اعلى منها، و این مرتبه احسان باشد، زینه احسان باشد، از زینه ایمان هم چی بلندتر و بالاتر است. نعم. فاذا دین الاسلام ثلاث مراتب. این هنگام معلوم شد که دین اسلام عبارت از سه مرتبه بود است و کل مرتبه لها ارکان، و هر کدام از این مرتبه ها دارای با چی می باشد؟ رکن می باشد. در آینده هر کدام اینها را به تفصیل شیخ الاسلام و این شارح گفته می گذارد. نعم. اکنون المرتبه الاولى الاسلام، مرتبه یکم چیز اسلام است. اگر دین از سه دایره تشکیل می شدگی باشد، دایره یکم این دایره اسلام است. در داخل این دایره هم منافق ها هم مؤمن ها یعنی که داخل شدگی هستند. نعم. بعد از این دایره یعنی دایره ایمان می شود که در اونجا ایمان کامل ها، ایمان ضعیف ها هم نیز داخل شدگی هستند و می شوند. و در داخل این دایره با دایره است که به نام دایره احسان است که در اینجا جز مؤمن دیگر کسی یعنی که چی
داخل شدن میتونن که از همه بلندترین مرتبه، یعنی که گویم دین، این مرتبه احسان است. از الله سبحانه و تعالی مسئلت داریم که هر کدام ما و شما رو به این مرتبه های بزرگی اسلام یعنی که نصیب دار گردانده باشد. نعم. المرتبه الاولى من مراتب الاسلام هي الاسلام. مرتبه یکم از مراتب اسلام این خودی اسلام است. والاسلام له ارکان خمسه. اسلام این دارای 5 تا رکن می باشد، 5 تا پایه می باشد. والایمان له ارکان سته. ایمان باشد دارای 6 تا رکن می باشد. والاحسان له رکن واحد. و احسان باشد این دارای 1 تا رکن است. شیخ الاسلام می‌فرماید فارکان الاسلام خمسه: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صوم رمضان و حج بیت الله الحرام. رکنهای اسلام 5 تا، یعنی اسلام از 5 رکن عبارت است. شهادت و گواهی دادن است که اعتراف کردن آن است که جز الله یگان معبودی بر حقی نیست که او لایق و سزاواری پرستش باشد. دیدید معنای یعنی که لا اله الا الله از همین عبارت است. نمانند اون یعنی که بعضی اصحاب حزب و جماعی تبلیغ و حزب نهضت بعضی نماینداش یک نفرش میپرسن که معنای لا اله الا الله چیست؟ میگوید که نیست خدای جز خدا، نیست خدای جز خدا. این خطای بزرگ است. نعم. و ان محمد رسول الله و گواهی دادن آن است که محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم فرستاده الله است. و اقام الصلاة و برپای داشتن نماز گزاریدن دیگه است و برپای داشتن نماز دیگه است. برپای داشتن نماز یعنی نماز به تمام ارکان و واجبات و احکامش رعایت کردن. چی میگوین؟ این اقامت الصلاة میگن، این طوری که الله حق سبحانه و تعالی میخواهد به همون طور ادا کردن نماز رو اقام الصلاة میگوین. نعم. و ایتاء الزکاة و دیگر دادن زکات است و مستحقاش. و صوم رمضان و ماه رمضان روزش داشتن است. و حج بیت الله الحرام و زیارت خانه بزرگی الله را انجام دادن است. شارح میفرماید الشرح ارکان الاسلام خمسه. رکنهای اسلام 5 تا هی الارکان التي يقوم عليها. اینا چنان پایه هایی می باشند که اسلام در بالای اینها برقرار است. بدون اینها اسلامی کس موازنتش چیکار میکنه؟ گم میکنه. نعم. و یستقیم. اسلام یعنی در بالای همین 5 رکن چی میشد؟ یستقیم، قائم میشود، برقرار میشود، آرام میگیرد. و هناک شرایع اخرى. با در برابر این رکنها دیگر قانونهای هستند که لکن هذه العمد، ولی اینها باشند اینها ستون عمود الاسلام، اینها را ستونهای اسلام میگویند. التي لا يقوم ولا يستقيم بها، که اسلام بدون اونها قائم نمیشود، بدون اینها راست نمیشود. چند تا می باشند؟ 5 تا. الشهادتان، هر دو شهادت یک تا رکنن. و نماز و زکات و زکات و صوم و روزه است و الحج و حج است. و هناک شرایع اخرى. شارح می‌فرماید که در اینجا در برابر اینها دیگر با قانون‌های الهی هستند که مثل بر الوالدین، نکویی به پدر و مادر، وصلة الارحام و با خویشاوندان رفت و آ کردن یا که علاقه پیوستگی را چه رعایت کردن. و اداء الامانات، امانت ادا کردن. و غیر ذلك من الواجبات، و غیر از اینها دیگر انواع واجبات هستند که و كذلك المحرمات یترکها المسلم. در برابر اینها با دیگر چیزهای حرام کرده شده هستند که مسلمان باید که اونها را ترک بکند. لكن عموده هذه الارکان الخمسه، ولی ستون و پایه های اساسی اسلام این 5 تا رکن می باشند. الرکن الاول الشهادتان، یعنی رکن یکم 2 شهادت است. شهادت ان لا اله الا الله و شهادت ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و علی آله و سلم. گواهی دادن آن است که یگان معبودی بر حق جز الله نیست و گواهی دادن آن است که محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم بنده و فرستاده است. هذا اصل الدین و اساس المله. این چی میگویند؟ این را اصل و پایه گویم دین و اساسی ملت اسلام میگویند.
اعظم الارکان الشهادتان. و در درون این رکن هم با از همه رکن اساسی و والا و بزرگ این دو شهادت است. ان تشهد الله بالوحدانیه، الله را شهادت میدهی با یگانگیش، و تشهد لنبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم بالرسالتی، و شهادت میدهی برای پیغمبری او محمد صلی الله علیه و سلم با رسالت، یعنی که پیغمبر هست، رسول بدونی و را چی اعتراف میکنی، اقرار میکنی، میشوی. هذا اصل الدین، این را چی میگویند؟ اصل دین مینامند. و هما مفتاح دار السلام، این دو کلمه گویم شهادت کلیدی داری السلام، کلیدی جنت هست. فبالشهادتين يدخل المسلم في الاسلام، و طفیل این دو شهادت مسلمان در اسلام داخل می شود. و هاتان الشهادتان هما مفتاح الجنه، این دو شهادت هر دو کلیدی جنتن. مفتاح دار السلام یعنی که کلیدی یکی از نامها، یعنی که وصف جنت که دار السلام میگویند خانه تنج، خانه آسوده، خانه بیغم. نعم. و علیهما یموت المسلم، و به همین دو شهادت مسلمان میمیرد. فالمسلم یحیی علی الشهادتین، و مسلمان حیات خود را به این دو شهادت میگذراند. و یموت علیهما، و تلاش و کوشش آن میکند که به همین دو کلمه یا که به همین دو شهادت میمیرد. فهما اصل الدین و اساس المله، این دو شهادت اصل و اساس دین و پایه چه ملت اسلامند. الثاني اقامه الصلاه، دویم رکن از 5 رکن اسلام این برپای داشتن نماز است. ولم یقل الصلاه، هم تو نماز نگفت. ولم یقل فعل الصلاه، نماز را انجام دادن نگفت. بل اقامه الصلاه، بلکه چی گفت؟ گفت که برپای داشتن نماز، یعنی ان تقیمها و تؤدیها، یعنی نماز قائم نگه می‌داری و رعایت میکنی و ادا میکنی، انجام میدهی. اقام الشیء وقتی که میگن عرب‌ها یعنی اعطاه حقش عطا بخشی. نماز نیز دارای حق می باشد. وليس كل من صلى مقيما للصلاه، نه اون که هر کسی نماز خوانده باشد او نماز حقش ادا کرده، قائم نگه برپا داشتگی است. لا، این خیلی نیست. این هر کسی که شما بینید که نماز میخواند اون معنا ندارد که وای چیکار کرده است و اقامت صلاتن داخل شده است. لا، نه، شیخ میفرماید که نه، بل یصلی بعض الناس و هو لا یقیمها. بالعکس بعضی انسان ها هستند که نماز میگذارند و حالا که او نماز قائم داشتگی نیست. والمصلون کثیر، نمازگزارها بسیارند. والمقیمون للصلاه قلیل، اون کسانی که نماز قائم نگه میدارند و حق و حقوقش ادا میکردگی کسها قلیل، خیلی هم اندکند، کمن. وكما أن الركب كثير من الحجاج ما يقارب من 1,000,000 إلى 3 ملايين، ولكن من يؤديها على الصحيح قليل. چنانه که میگوید یعنی سفرکیار میبینید که بسیار از رکب گفتم سفرکیار میگن، سفرکیار مثال گیریم ترانسپورت ها خیلی پور هستن، میگو از حاجی ها قریب از 1,000,000 تا 3,000,000 کسی میبینید که به حج میروند، ولی اون کسی که حج ادا میکرده باشه به طرز صحیح و درست خیلی هم کم میباشن. و تر المساجد تمتلئ بالمصلين، مسجدها رو میبینی که از نمازگزارها پر هستند. ولكن من ترى مقيما للصلاه، ولی کرات میبینی که در میان این نمازگزارها قائم ادا کننده حق و حقوق نماز هست. بأن يصلي على الإخلاص، که نماز به اخلاص بخواندگی کسب باشد، و على رغبت و رهبت، یعنی به رغبت و به طمع و به امید و به یعنی که ترس و هراس نماز میگذاردگی هست یا نه. و ادى الصلاه بشروطها، و نماز به شرطهاش ادا کردگی، و حدود و به حد حدودش، و قیامه و قیامش بجا بیارد، و رکوعش را بجا بیارد، و حضور القلب فيها، خاطری جمع، یعنی قلبش خاطرش جمع کند در نماز. خیلی کسا خیلی هم کم است. و متابعت الامام فيها،
پیروی از امام کردن، از امام پیش حرکت و یگون کار نکردن، و طمأنینه فیها، آرامش رعایت کردن در نماز، و اداؤها فی وقتها، هذا قلیل. نماز را باختصارا بگیم در وقتش ادا میکردی کسا خیلی هم اندک و کمن. ولی هذا قال اقام الصلاه، از همین لحاظ گفت نماز را قائم نگه داشتن. ولم یقل فعل الصلاه، و نگفت که نماز را هم تو خواندن یا که انجام دادن. هذا الركن الثاني، این بود رکن دوم. الركن الثالث ایتاء الزکات، رکن سوم دادن زکات است، یعنی دفع الزکات، زکات برآورده دادن. الركن الرابع صوم رمضان، رکن چهارم ماه رمضان روزش داشتن است. الركن الخامس، رکن پنجم، پایه پنجم، حج بیت الله الحرام، زیارت خانه بزرگ الله را کردن است. و هذه ارکان الاسلام الظاهره، اینها را یعنی چی؟ رکنهای ظاهری اسلام مینامند. و کل رکن له دلیل، هر کدام از این رکنهای درباره به اختصارا ذکر شدگی ها با دلیل دارند. و سبق کما ذکر المؤلف، و چکلی که چی مؤلف گفت گذشتن اینها. فدلیل الشهادة قوله تعالی، دلیل شهادت قول الله تعالی می‌فرماید شهید الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی دلیل شهادت را چنین ذکر میکند از قول الله سبحانه و تعالی، آنجا که میفرماید شهید الله، الله خود شهادت داد، گواهی داد که جز او یگان معبودی بر حق نیست که او لایق و سزاواری پرستش باشد، و فرشتگان گواهی دادند و صاحبان علم قائما بالقسط، الله سبحانه و تعالی انجام دهنده عدالت است. لا اله الا هو، جز او یگان معبودی بر حق نیست. العزیز، او پیروزمند، و الحکیم، او صاحب حکمت است، یا که گویم محکم کار است. یعنی نگاه کنید در اینجا ضرورتی لا اله الا الله رو بینید که شهادت، یعنی که این اولی آیت به شهادت آغاز شد و به لا اله الا الله آغاز شد و آیت به لا اله الا الله خاتمه یافت. نعم. شارح می‌فرماید الشرح هذا دلیل شهادت ان لا اله الا الله، این است دلیل گواهی دادنی آن که جز الله یگان معبودی بر حق نیست. می‌فرماید شهید الله انه لا اله الا هو، یعنی لا معبود حق الا الله، یعنی یگان معبودی حق نیست جز الله. والملائكة وأولو العلم قرن الله شهادة العلماء بشهادة الملائكة على أعظم مشهود وأجل مشهود به، وهو الشهادة لله بالوحدانية. الله سبحانه وتعالى شهادة علماء را با شهادت فرشتگان و بزرگترین چیزی که نسبت او شهادت داده شود و با بزرگترین آن چیزی که نسبت او شهادت داده شود، که مراد از آن شهادت دادنی آن است برای الله یک و یگانگی را در توحید ربوبیت و در توحید الوهیت و در توحید اسماء و صفات همراه کرده. الله حق سبحانه و تعالی شهادت ایشان را به شهادت خود نزدیک کرده، ذکر کرد. شهید الله انه لا اله الا هو، الله شهادت داد که جز او یگان معبودی بر حق نیست، و شهادت دادن فرشتگان و صاحبان علم برپا کننده است الله سبحانه و تعالی عدالت را. لا اله الا هو، جز او یگان معبودی بر حق نیست. العزیز الحکیم، او پیروزمند و صاحب حکمت است. و معناها لا معبود بحق الا الله، معنای این از چنین عبارت است که یگان معبودی بر حق جز الله نیست، وحده یک و یگانه است. لا اله نافیا جمیع ما یعبد من دون الله، لا اله این انکار کنندی تمام آن چیزی است که همان چیز را به جز الله عبادت کرده می شود. الا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما انه ليس له شريك في ملكه. الا الله گفتن این یعنی اثبات کننده عبادت است، یعنی عبادت را اثبات میکند برای الله یک و یگانه‌ای که یگان شریک و انباز و یگان همتا ندارد در عبادتش، چنانه که او سبحانه و تعالی یگان شریک ندارد در ملکش. شارح چنین میفرماید الشرح هذا معنى كلمة التوحيد، معنى كلمة توحيد همین است. لا اله الا الله،
معناش از چنین عبارت است که لا معبود حق، که میشه گفت لا معبود بحق الا الله، یگان معبودی بر حق نیست جز الله. لا نافیه للجنس، اینا برای چی؟ نافیه انکار کننده است برای جنس، یعنی یگان نوع معبود نیست که بر حق باشد. من اخوات النفی تنصیب الاسم الاله اسمها و معنی نعم، از اخوات یعنی این نفی است که اسم را نصب میکند، اسم اله می باشد و معنی اله المعبود، معبود می شود. و الخبر محذوف، خبر این چی می شود؟ پوشیده است. و تقدیرها حق، تقدیرش چی می شود؟ حق می شود. نمانند بعضی کسا میگن که موجودون یا که دیگه خیلی که این مسئله را رد کرده است، که اقلا اکثری علمای نحو چنین موجود میگن، لیکن شیخ ابن باز رد کرده اند این مسئله را. نه یعنی رد کرده است قولی تفسیری اهل لغت. لا اله حق الا الله، الا اداه استثناء، الا در اینجا اداتی چی؟ استثناء است. هذا هو الكفر بالطاغوت، این است معنای چی؟ به طاغوت کفر ورزیدن. الا الله مثبت العباده لله وحده، اثبات کننده عبادت است برای الله که او یگانه است، یگان شریک ندارد در عبادتش. و هذا هو الايمان بالله، این است یعنی که معنای و ایمان آوردن به الله حق سبحانه و تعالی، کما انه لیس له شریک فی الملک، چنانکه که او تعالی یگان شریک ندارد در ملکش. نعم. فلا اله هذا هو الكفر بالطاغوت، لا اله این همان است یعنی که به طاغوت کفر ورزیدن. الا الله هذا الايمان بالله، این است ایمان آوردن به الله. لا اله براءة من كل معبود سوا، لا اله این بیزاریست، این پاک شدن، این تازه شدن، این جدا شدن از کل معبودی که غیر از الله و را عبادت میکنه. و من کل عبادت، و از تمام عبادت، الا الله مگر الله. ولا این چی میگوین؟ یعنی که ولا دوستی به خاطر الله، لله ولا لله ولرسوله وللمؤمنین، این چی میگوین؟ یک دوستی خالص برای الله و برای رسولش و برای مؤمنان. فكلمة التوحيد هي كفر و ایمان، یعنی کلمه توحید این در داخل چی دارد؟ هم کفر دارد و هم ایمان دارد. یعنی کفر بالطاغوت فی قولک لا اله، در سخن خود که لا اله گفتی این کفر به طاغوت می شود. و ایمان بالله، و ایمان به الله در قول تو الا الله می شود. قال الله تعالی می فرماید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، کسی که به طاغوت کفر می ورزد و ایمان می آرد به الله، فقد استمسک بالعروة الوثقى، واقعا چنین کس بر ریسمانی مستحکم چنگ زده است که لانفصام لها، که این ریسمان یگان به هیچ وجه کنده نمی شود. والله سمیع علیم، الله شنوا است و دانا است. و تفسیرها الذي یوضحها قوله تعالی، و تفسیر این کلمه و تفسیر این کلمه که آن را ایضاح می‌دهد قول الله تعالی و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون. باید هنگامی را که ابراهیم برای پدرش گفت و برای قومش گفت اننی براء مما تعبدون، هر آینه من بیزار هستم از آن که شما عبادت میکنید. الا الذي فطرنی، جز آن ذاتی که مرا آفرید. فانه سیهدین، البته او مرا هدایت خواهد کرد. و جعلها کلمه باقیه فی عقبه لعلهم یرجعون، و این کلمه را یک کلمه، یا که این کلمه توحید را کلمه باقی برقرار گذاشت در ذریت خود، لعلهم یرجعون، شاید ایشان یا که تا ایشان مراجعت بکنند، تا ایشان از هر بدعت و شرک و خرافات برگردن به سوی این توحید. و قوله تعالی قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم، بگو ای اهل کتاب بیاد به اطراف یک کلمه که او یکسان است میان ما و میان شما. مراد از اون کلمه که یک خیل است برای ما و برای شما، لا نعبد الا الله، جز الله یگان کس و یگان چیز را عبادت نکنیم، ولا نشرک به شیئا، و با او یگان کس و یگان چیز را شریک قرار مدهیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و یکدیگر ما را پروردگاران و جز الله نگیریم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر ایبا کنند، اگر خودداری کنند، اگر روی بگردانند، بس بفرمایید که شاهد شوید
ما نخستین مسلمان هستیم، یعنی مسلمان های واقعی این هنگام ما هستیم. شارح می‌فرماید هذا تفسیر کلمه التوحید، این است تفسیر کلمه توحید. تفسیره الذي يوضحه هاتان الآیتان، تفسیری که وی را ایضاح می‌دهد، روشنی می‌اندازد این دو آیه کریمه. و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه، و بیاد آر چون ابراهیم برای پدر خود و برای قوم خویش گفت اننی براء مما تعبدون، هراین من بیزار هستم از آن چیزهایی که شما ویها را به جز الله عبادت میکنید. هذا معنی لا اله الا الله، این است معنای لا اله الا الله. هذا نفی للشرک، این انکار به شرک میگویند. الا الذي فطرني فانه سيهدين، بجز آن ذاتی که مرا آفرید، فانه سيهدين، البته او مرا هدایت خواهد کرد. و جعلها کلمه باقیه فی عقبه، و آن را همچون کلمه باقی قرار داد در ذریت خود، لعلهم یرجعون، تا ایشان برگردند. هذا الایمان بالله، این است ایمانی به الله. و جعلها ابراهیم فی عقبه کلمه التوحید لعلهم یرجعون، و آن را ابراهیم در ذریت خود همچون کلمه توحید برقرار گردانید، لعلهم یرجعون، تا ایشان برگردند، یعنی مراجعت کنند در همه حین به سوی این کلمه. و قوله تعالی قل یا اهل الكتاب، و قول الله تعالی میفرماید قل یا اهل الكتاب، بگو ای اهل کتاب، تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم، بیاید به اطراف اون کلمه که یکسان است میان ما و میان شما، الا نعبد الا الله، جز الله یگان کس و یگان چیز را عبادت نکنیم، ولا نشرک به شیئا، و با او یگان کس و یگان چیز را یعنی که شریک قرار مدهیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و یک دیگر یا که پاره از ما پاره دیگر را پروردگاران و جز الله نگیریم. فان تولوا، اگر رو بگردانند، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، در این حین شما بفرمایید که شاهد شوید هر آینه ما هستیم نخستین مسلمانان. تعالوا الى کلمه سواء یعنی نصف، یعنی کلمه‌ای که نصف یعنی یکسان است. عدل بیننا و بینکم، عدالت است، عادل است میان ما و میان شما. و ما هي هذه الكلمه، و این کلمه از کدام چی عبارت است؟ هي کلمه التوحید، این کلمه توحید است. الا نعبد الا الله، جز الله یگان کس عبادت نکنیم، ولا نشرک به شیئا، و با او یگان کس و یگان چیز را شریک قرار مدهم. هذا معنى لا اله الا الله، این است معنای لا اله الا الله. یقول لاهل الكتاب، الله سبحانه و تعالی به اهل کتاب میفرماید تعالوا الى کلمه واحده، بیاید به اطراف یک تا کلمه، و هي لا اله الا الله، و مراد از آن کلمه لا اله الا الله است. سواء ای نصف، عدل بیننا و بینکم، یعنی یکسان است، عدالت است، برابر است میان ما و میان شما. و هی لا نعبد الا الله، و اون کلمه از آن عبارت است که جز الله یگان کس را عبادت نکنیم، ولا نشرک به شیئا، و او یگان کس و یگان چیز شریک قرار مدهیم، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، یک دیگر ما را یکی پاره از من پاره دیگر را جز الله پروردگار نگیرد. فإن قبلوه فالحمد لله، اگر ایشان این سخن را، این نصیحت را، این مصلحت را قبول بفرمایند، پس شکر الله. و این تولوا، اگر رو بگردانند، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، در این حین شما بفرمایید شاهد شوید که ما هستیم و درستی نخستین مسلمانان. و دلیل شهادت ان محمد رسول الله، و دلیل گواهی دادنی آن که محمد فرستادی الله از قوله تعالی، سخن او تعالی میفرماید لقد جاءكم رسول من انفسكم، واقعا هر جا که لقد آمد این لام جواب شده شه برای قسمی که محذوفه. واقعا به شما رسول آمد من انفسكم، از خودی شما، از جنس شما، عزیز علیه ما عنتم، یعنی اون مشکلی که در سر شما میاد به سر اون نیز مشقت است. حریص علیکم، نسبت شما غمخوار است و دلسوز است. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نسبت مؤمن ها دلسوز و غمخوار و مهربان است. و معنی شهادت ان محمد رسول الله طاعته فيما امر و تصدیقه فيما اخبر و اجتناب ما نهى عنه و زجر و ان لا يعبد الله الا بما شرع. معنی شهادت اون که محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستادی الله است، از آن عبارت است که وی را اطاعت کردن در چی که امر فرموده است
و تصدیق کردن است در چی که خبر داده است و اجتناب ورزیدن است و یک جانبه شدن است از آن چیزی که از آن منع کرد و باز داشته است. و ان لا یعبد الله الا بما شرع، و باید که الله را به اون طرزی که در شریعت صلی الله علیه و آله و سلم نشان داده است به همون طرز عبادت کرده شود. شارح می‌فرماید هذا دلیل شهادت ان محمد رسول الله، این است دلیل شهادت آن که محمد فرستاده الله است صلی الله علیه و آله و سلم. قوله تعالی لقد جاءكم رسول من انفسكم، واقعا به شما رسول از خود شما آمد. و محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و محمد صلی الله علیه و آله و سلم است عزیز علیه ما عنیتم، یعنی یشق علیه ما یشق علیکم، به او مشقت است آن چیزی که بالای شما مشقت می باشد. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی علی هدایتکم، و یعنی چیز نسبت شما یعنی چه بالای شما حریص است، تلاش و کوشش کننده است به هدایت شما. و یسعی الی نفعکم فی الدنیا والآخره، به فایده شما سعی و تلاش میکند در دنیا و آخرت. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نسبت مؤمن ها خیلی هم دلسوز و مهربان است. و دلیل قوله تعالی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین، محمد پدر کسی از مردان شما نبود ولی رسول الله است و خاتمی و که آخری پیغمبران است. و معنی شهادت ان محمد رسول الله فسرها المؤلف، معنای این شهادت را یعنی که مؤلف تفسیر کرد و معناها طاعته فيما امر، معنای او از آن عبارت است که او را اطاعت کردن است در آنچه که امر فرموده است، و تصدیقه فيما اخبر، او را تصدیق کردن است در آنچه که خبر فرموده است، و اجتناب ما نهى عنه و زجر، و یک جانبه شدن است آنچه را که از آن منع کرده است و باز داشته است. و ان لا یعبد الله الا بما شرع، و یعنی عبادت را یعنی که الله را سبحانه و تعالی را با اون طرز باید عبادت کرده شود که به همون طرز در شریعت او صلی الله علیه و آله و سلم نشون داده باشد. هذا الصادق، این کس یعنی صادق است، کسی معنای شهادت را ان محمد رسول الله را چنین معنی داد کند بفهمد، این کس در دعوای خود یا که در شهادت خود صادق است. اما الذي ادعى و شهد ان محمد رسول الله، اما اون کسی که دعوا میکند و شهادت میدهد خود به خود که محمد رسول الله است، و هو لا یصدق اخباره، و خبرهای دادی او را خبرهای کردگی او را چی تصدیق نمی کند، باور نمی کند. ولا یطیع فی اوامر، امرهای او را اطاعت نمی کند. ولا یجتنب نواهی، از من کرده هاش کنار و دور نمیشد. فهذا کاذب، این کس در شهادت خود دروغگو است. ولا ينفعه، چنین شهادت به او یعنی که نفع و فایده نمی بخشد. قوله یعنی که یا که گویم میشویم سخنی او گفتنش که اشهد ان محمد رسول الله به او فایده نمی بخشد. و دلیل الصلاة والزکات و تفسیر التوحید قوله تعالی و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلك دین القیمه. دلیل نماز و زکات و تفسیر توحید سخن او تعالی می فرماید و ما امروا الا ليعبدوا الله، ایشان به اون مأمور شدند که باید الله را اخلاص کرده برای او دین را عبادت بکنند، باید که حنفا باشند، از تمام دینهای باطل، از شرک، از خرافات روی گردان باشند و روی آورنده به سوی توحید و به دین حق باشند. و یقیموا الصلاة، نماز را باید پای بدارند، و یؤتوا الزکاة، و زکات را ادا بکنند. و ذلک دین القیمه، دین حق، دین راست همین است. شارح می‌فرماید هذه الآیه فيها دلیل الصلاة والزکاة وتفسیر التوحید، در این آیه واقعا دلیل آمده است نسبت نماز و زکات و تفسیر توحید. وهي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، این سخن هذا تفسیر التوحید، این تفسیر توحید میگن. تفسیره العباده مع الاخلاص، یعنی عبادت در برابر عبادت گویم اخلاص است، یعنی عبادت را باید که انسان با اخلاص انجام دهد در پیشگاه الله حق سبحانه و تعالی. هنگامی که اون دمی که به اخلاص ادا کرده شود از او یعنی چی شرک چی دور می شود. حنفاء و یعنی که حنفا باشند.
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. شارح می‌فرماید هذا أيضا تفسير التوحيد. این تفسیر توحید است، ان یخلصوا العبادة لله، یعنی عبادت را خالص برای الله انجام بدهند، یکونوا حنیفا، که در نتیجه حنیف میشود، ای مائلا عن الشرك الى التوحید، از شرک روگردان میشود و روی آورنده به توحید میشود. قوله تعالی یا ایها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دلیل روزه از این عبارت است. الله تعالی میفرماید یا ایها الذين آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، کتب علیکم الصیام، به شما روزه را فرض گردانیده شد، کما کتب علی الذین من قبلکم، چنانه که به کسانی که قبل از شما بودند به ایشان بالایشان فرض قرار داده شد، لعلکم تتقون، تا شما تقوا بکنید. و دلیل حج قوله تعالی ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. دلیل حج از آن عبارت است، می‌فرماید ولله علی الناس حج البيت، و واجب است از جانب الله بالای مردم خانه را زیارت کردن. من استطاع الیه سبیلا، کسی که یعنی که از جهت راه یعنی قدرت و توانایی داشته باشد، پول و پیسه داشته باشد. و من کفر، کسی که ناشکری بکند، کسی کفر بکند، باور نکند، فان الله غنی عن العالمین، البته الله سبحانه و تعالی از تمام جهانیان بی نیاز است، یعنی محتاج جهانیان نیست. یعنی به سبب کافر شدن و به سبب ترک حج کردن، الله حق سبحانه و تعالی یعنی که یگان نقصان و یگان ضرر نمیبیند، هر ضرری که میبیند خودی همون کس میبیند. شارح میفرماید هذا دلیل الصيام قوله تعالی، این از دلیل روزه سخنی الله تعالی. میفرماید یا ایها الذين آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، کتب علیکم الصیام، با شما روزه فرض شد، کما کتب علی الذین من قبلکم، چنانه که فرض شده بود به امتان پیشین قبل از شما، لعلکم تتقون، تا شما تقوا بکنید. قوله کتب یعنی فرض، معنای کتب چی؟ فرض می شود. هذا على فرضیت الصيام، این یعنی که دلیل است بر فرض بودنی نعم فرض گردیدنی روزه. و دلیل حج یقول الله تعالی، در مورد دلیل حج الله سبحانه و تعالی میفرماید ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا، برای الله بالای مردم زیارت خانه فرض شده است، کسی که قدرت و توانایی داشته باشه از جهت راه. و من کفر فان الله غنی عن العالمین، کسی کفر ورزد، البته الله یعنی غنی است، بی نیاز است از چه؟ از جهانیان. يقول ولله على الناس، ولله تفيد الوجوب، يعني این کلمه ولله افاده وجوب را میکنه، یعنی ولله على الناس معناش چنین میشود که اوجب الله على الناس حج البيت، الله بالای مردم زیارت این خانه را چی واجب قرار داده است. و هذه ارکان الاسلام الخمس و هذه ادلتها، این است یعنی که چه رکنهای 5 رکن اسلام همین می باشد و دلیل اونها همین می باشد. ان شاء الله بعد دوامش درس آینده می‌گذاریم. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا کثیرا و بارک الله فیکم.